ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампур. гуфтори ҳаштум. хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад, ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ, иҷтимоӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада, махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд. مسئله دیگری که در علم ایران شناسی به خصوص زبان شناسی آن قابل توجه است، نارسایی آثار خطی به زبانهای مختلف ایرانی است. بعضی زبانهای ایرانی مثلا زبان تاجیکی فارسی برای تمام دوره‌های انکشاف خود البته از لحاظ زمانی نابرابر آثار خطی دارد، ولی اکثر زبانهای ایرانی نه تنها برای هر سه مرحله آثار خطی ندارند، بلکه خود پیدایش این زبانها به دوره‌های گوناگون این دوره‌بندی راست می آید. در تاریخ اکثر زبانهای ایرانی دوره‌ها و مرحله‌های طولانی موجودند که آثار خطی به این زبانها باقی نمانده است و این مدت حتی 1000 ساله‌ها را در بر می‌گیرد. این داغ‌های سفید در تاریخ انکشاف زبانهای ایرانی اگر از یک طرف تحقیق و پژوهش مرحله به مرحله آن را دشوار گردانند، از طرف دیگر حتی برآمد و تحقیق ریشه شناسی آنها را نه تنها دشوار بلکه در بعضی حالتها حتی امکان ناپذیر می گردانند. مثلا تاریخ زبان تاجیکی فارسی تقریباً از عصرهای 6 تا میلاد با اندک داغ‌های سفید تخمیناً 600 سال بعد انقراض سلاله هخامنشیان تا قرن 3 میلادی با آثار غنی و رنگین نظمی و نثری و غیره دوره به دوره معلوم است. ولی زبانهای دیگری ایرانی این گونه آثار خطی را برای 3 مرحله انکشاف ندارند و اکثر آنها فقط در سده‌های اخیر صاحب آثار خطی شده اند و یا برای آنها در سده‌های آخر الفبا ترتیب دادند. زبانهای کردی، پشتو، اسیتینی متناسباً از عصرهای 11، 12، 13 و آخر عصر 18 آثار خطی دارند. تاریخ بعضی زبانهای ایرانی موجود را بیشتر از روی ثبت گویش ها که در سده‌های آخر جمع آوری شده اند می توان تحقیق کرد. این دوره بندی که به تاریخ دیگر زبانهای ایرانی نیز ارتباط دارد در اساس آثار هر یکی از دوره‌های تاریخی زبان تاجیکی فارسی مقرر شده است.
محض دوره‌های تاریخی تشکل هر کدام زبان در اساس آثار خطی هر یک دوره انکشاف تشخیص و تحقیق گردیده. چگونگی تشکل ویژگی‌های آوایی، لغوی و ساخت گراماتیکی زبان در طول هزار سالها معین کرده می شود. به واسطه آثار خطی دوره‌های تاریخی ما می توانیم تحولات زبان را از آن دوران دور تاریخ تا به امروز مشاهده نماییم. همه آن تحولات زبانی که به قاعده ها و قانونیت های داخلی آن ارتباط دارد در آثار خطی دوره های تاریخی درج گردیده، روش تشکل زبان را در جامعه در ارتباط با عامل های داخلی و خارجی عکس می نماید. زبان تاجیکی فارسی دری یگانه زبانی است که می توان تاریخ تشکل آن را به 3 مرحله تقسیم کرد و پیوند متصل آن را مورد پژوهش قرار داد. زبانهای دیگری ایرانی چنان که در بالا گفتیم از قبیل کردی، تاریخی، پشتو، پامیری، منجانی و غیره سابقه زبانی بیواسطه ندارند. زبان یغنابی یا به اصطلاح دیگر زبان سغدی نو و زبان تاتی از لحاظ ساختار زبانی به زبانهای سغدی و فارسی میانه تعلق میگیرند، ولی بین آنها فاصله طولانی تاریخی ثبت نیافته سندهای زبانی وجود دارد. از طرف دیگر سند و حجت‌ها و دلیل‌های با اعتمادی که این زبان‌ها را به زبان‌های پیشین خویش پیوند می‌دهد هنوز به طور پرره به دست نآمده است. زبان سغدی نو یا یغنابی یک لهجه زبان سغدی بوده. آثاری به دست آمده از زبان سغدی میانه از لحاظ خصوصیت‌های زبانی از زبان یغنابی فرق می کند. زبان تاتی نیز یکی از لهجه‌های کنار بحر خزری زبان فارسی میانه به حساب رفته از زبان پهلوی یا فارسی میانه تفاوت‌های زیاد دارد. مثلا زبان اسیتینی به واسطه الانی به زبان اسکیفی یکی از زبانهای سکایی می رسد، ولی بین آنها فاصله تقریباً 2000 ساله وجود دارد. از طرف دیگر واژه‌نامه های زبان اسکیفی به طور بی‌واسطه به ما نرسیده درباره ساختار و خصوصیت های این زبان تنها در اساس آثار اقتباسی از زبانهای دیگر اساساً از زبان یونانی اندیشه راندن امکان دارد. خلاصه دوره‌بندی تاریخ انکشاف زبانهای ایرانی هنوز تا به آخر مشخص نشده تحقیق و پژوهش‌های نو را انتظار است. بخش سیوم، جایگاه زبان تاجیکی در گروه‌بندی زبانهای ایرانی. پس از مهاجرت گروهی از آریایی ها به مرکز و غرب سرزمین ایرانی کنونی و ضعیف گردیدن رابطه های همیشگی و نزدیکی زبانی با آریایی های شرقی، با مرور زمان میان زبانهای مردمان آریایی شرقی و غربی تفاوت‌ها پدید می آیند.
بنابر حدود و موقع جغرافی و تفاوت‌های زبانی، این زبان‌ها و لهجه‌ها به دو گروه بزرگی شرقی و غربی جدا می‌شوند. همین طور اتحاد یگانه زبانی مردمان آریایی در شاخه‌های جداگانه شرقی و غربی تشکل یافته، هر کدام از آنها در نوبت خود نخست به لهجه‌ها و بعداً در مقام زبان‌های مستقل آریایی شرقی و غربی شکل می‌گیرند که دلیل این زبان‌ها و لهجه‌های کهن و معاصر شرقی و غربی میباشد. همه زبان‌ها و لهجه‌هایی که به لهجه‌های کهن غرب ایران مربوطند به گروه غربی و همه آن زبان‌ها و لهجه‌هایی که به لهجه‌های کهن آریایی شرقی حدود آسیای میانه و یک بخش خراسان مربوطند به گروه شرقی شامل می باشند. تا میانه 1000 ساله پیش از میلاد میان زبانهای غربی و شرقی تفاوت نظررس وجود نداشته است، اما از این دوره به بعد میان این زبانها تفاوتها بیشتر می گردند که این را در مثال مقایسه تمام زبانها و لهجه‌ها در همه دوره‌های تاریخی بر اساس آثار می توان مشاهده کرد. آثار خطی دوره‌های تاریخی زبان‌های آریایی یکجا با آثار میراث فرهنگی و باستانشناسی و نام‌های تاریخی جغرافی این کشورها دلیل قاطع و ردناپذیر دایر به گذشته دوری مردمان آریایی در سرزمین‌های تاریخی زیست آنها تا به امروز دانسته می شود. همچنین نام‌های جغرافی تاریخی خراسان و ماوراءالنهر خریطه گسترش زبان‌ها و لهجه‌های کهن آریایی شرقی و مهمترین شاهد از تاریخ سکونت قوم‌های آریایی در این سرزمین‌ها محسوب می‌شود. زبان‌های ایرانی بر اساس برخی از ویژگی‌های تاریخی آوایی به دو دسته بزرگ، غربی، شمال غربی، مادی، پارتی، کردی، تالشی، سمنانی، بلوچی و غیره، جنوبی غربی، فارسی باستان، فارسی میانه، فارسی، تاجیکی، تاتی، لهجه‌های فارس و غیره و شرقی، شمالی شرقی، سکیفی، علنی، سغدی، خوارزمی، اسیتینی یا آسی، یغنابی و جنوبی شرقی، سکایی، باختری، کوشانی، افغانی، پشتو، منجانی، زبانهای پامیری گروه بندی شده‌اند. از بس که زبان اوستایی خصوصیت‌های هم زبانهای غربی و هم شرقی ایرانی را دارد، آن به این گروه‌ها داخل کرده نشده است. از زبان باختری کوشانی هم از مرحله باستانی سند و دلیل‌های مشخص باقی نمانده است. از دوره میانه زبان‌ها مثل پشتو، کردی، بلوچی و غیره هیچ گونه آثار و یا دلیل وجود ندارد. باید گفت که عمومیت زبان‌های ایرانی و به خلق‌های ایرانی فارس‌ها، مادها، آری‌ها، ساکنان هرات و اطراف آن، باختریان، سغدی‌ها، فهما بودن زبان‌های آنها نه تنها از طرف زبانشناسان بلکه از طرف مورخان و حتی سیاحان به طور مخصوص قید شده است. بیچورین از گفته سیاح چین چژن تسیان عصر 2 پیش از میلاد این نکته را عیناً
می آرد. از دوان فرغانه به طرف غرب تا دولت انسی پارت، گرچه در لحن گفتگو تفاوت زیاد است، زبان آنها به همدیگر خیلی مانند است و در گفتگو همدیگر را می فهمند. پیش از همه از تمام زبانهای ایرانی به زبان تاجیکی و ساختار آوایی و دستوری و واژگانی آن زبانهای مرحله باستان، اوستایی و فارسی باستان، مرحله های میانه، پارتی، فارسی میانه، باختری، کوشانی و سغدی تأثیری زیاده دارند. از این زبانها زبان فارسی باستان همچون زبان پایه‌گذاری زبان تاجیکی در عهد باستان و زبان فارسی میانه همچون زبان پایه‌گذاری مستقیم زبان ما در عهد میانه حساب می شوند و از روی عقیده معلوم زبان تاجیکی فارسی دری ادامه بیواسطه زبانهای فارسی باستان و میانه به شمار می رود. زبان پارتی که به گروه زبانهای غربی ایرانی و باختری و سغدی که به گروه زبانهای شرقی ایرانی شاملند، در تکامل زبان تاجیکی نقش مهمی دارند. باید یادآور شد که زبان تاجیکی در دوره سرآغاز پیدایش خود پیش از همه در منطقه گستریش این زبانها یعنی زبانهای پارتی، باختری و سغدی پیدا شده. سپس در عصرهای 11-12 میلادی به قسمت‌های دیگری ایران زمین تاریخی پهن شده است. نمونه‌های اولین آثار تاجیکی فارسی نو در بلخ و منطقه‌های همجوار این عقیده را ثابت می‌سازد. مطابق دلیل‌های زبانی و آثار خطی در شکلگیری معیارهای زبان ادبی این زبان‌ها تأثیری مستقیم دارند. زبان اوستایی. تاریخ مشترک زبان تاجیکی و آثار خطی دوره‌های تاریخی در انواع گوناگون خط و الفبا گذشته‌های دوری زبان ما را به واسطه آثار آن دوران که به هیچ گونه تغییرات همچنان که در روی سنگ، خشت، گچ و اشیای دیگری فلزی کندکاری شده اند به طور واقعی معرفی می کند. باید تذکر داد که تاریخ زبان ما نه بر اساس گمان و تخمین بلکه در پایه آثار خطی دوره‌های تاریخی تصدیق گردیده است. از این رو آثار محفوظ از دوره‌های گوناگون همچون دلیل دقیق از تاریخ تشکل و تحول زبان در طول قرنها و هزار سالها می باشد. همچنان که در علم زبانشناسی اعتراف شده است، زبان تاجیکی در برابر زبان هندی یکی از قدیمترین زبانهای هندو اروپایی بوده. گذشته آن در مثال اوستا به دوران قبل از تاریخ می رسد. این نمونه کهن‌ترین زبان آریایی ایرانی که زمان در شرق کشور بزرگ آریا همچون زبان مشترک معاشرت میان قوم‌های آریایی بود، در مقام زبان دین و احکام دینی این مردمان قرار داده شد. زبان اوستایی همچون یکی از زبان‌های ایرانی باستان و دیگر زبان‌های ایرانی عهد باستان از جمله فارسی باستان شباهت و نزدیکی دارد.
زبان اوستایی بر اساس متن کتاب اوستا دارای دو لهجه بوده که لهجه گاتها سرودها در مقایسه با لهجه بخش‌های دیگری اوستا قدیم‌تر است. لهجه گاتها از نگاه ویژگی‌های آوایی و لغوی مربوط زبان‌های آریایی ایرانی شرقی و لهجه دیگر بخش‌های آن دارای هم ویژگی‌های زبان‌های شرقی و هم غربی می باشد. یکی از دلیل‌های قدیمی بودن لهجه گاتها نزدیکی و مشترکات و هماهنگی‌های آن با زبان ویدهای سانسکریت محسوب می شود. مشترکات لهجه‌های گاتها با زبان‌های آریایی شرقی بحث درباره زادگاه و یا وطن زردوشت را که در سنت زردوشتی پهلوی دوران ساسانیان آن را به آذربایجان و ماد منسوب می دانند نیز به نفع مناطق شرقی بازگو می نماید. جلال الدین آشتیانی در رابطه به این موضوع تاکید می نماید که تقریباً همه دانشمندانی که محل تولد زردشت را در غرب ایران دانستند تحت تأثیر روایت‌های سنتی و اسطوره‌های مذهبی قرار گرفته هیچ گونه دلیل جز این روایات ارائه نکردند. بر پایه منطق می توان پرسید که زردشت هنگام تبلیغ آیین خویش در بلخ از جمله در دربار گشتاسپ با شاه و مردمان این سرزمین با کدام زبان معاشرت می کرد؟ مسلم است که او با لهجه مادری خود یعنی لهجه گاتها تعلیمات دینی خویش را در این سرزمین های آریایی تبلیغ کرده تنها همین یک زبان را می دانسته است. پس لهجه گاتها یا خود لهجه مادری زردشت برای این مردمان مفهوم و قابل پذیرش بوده. برای آن دوران دوری تاریخ و زمان زردشت همین لهجه از نگاه مشترکات نزدیک میان زبانهای سغدی، باختری و خوارزمی برای مردمان این سرزمین ها نیز آشنا و مفهوم بوده است. تفاوت‌های زبان‌های آریایی یا ایرانی شرقی را برای آن دوران همچنان که از مقایسه آثار دوره‌های بعدی این زبان‌ها به خصوص سغدی و خوارزمی برمی آید نه تفاوت‌های زبانی بلکه تفاوت‌های لهجوی باید ارزیابی کرد. نام این زبان از نام کتاب مقدس زردشتیان اوستا به طور شرطی قبلا آن را زبان زندی هم از نام تفسیر اوستا به زبان فارسی میانه با نام زند می نامیدند گرفته شده است. اوستا در ابتدا شکل خطی نداشت یا داشته باشد هم تا این دم به دست پژوهشگران نرسیده است. در عهد سلطنت هخامنشیان گویا که آن جمع آوری گردید ولی از طرف اشغالگران مقدونی به کام آتش کشیده شد و یک نسخه آن را به یونان بردند که هنوز ناپیداست. مطابق برخی از روایت ها اوستا باری نخست از طرف اشکانیان پارت عصر یکی پیش از میلاد کتابت شد ولی آن هم به دست ما نرسیده است. اوستا باری دوم در عهد ساسانیان عصرهای 3-7 بعد از میلاد با خطی دیندبیره گردآوری و تنظیم گردید. متن اوستا که امروز در دست محققان قرار دارد همان متن تهیه شده دوران ساسانیان است که
کهنه‌ترین دستنویس آن در عصر 13 کتابت شده است. این زبان که از قدیمترین زبانهای ایرانی می باشد، از دو گویش قدیمی گاتها و گویش خرد اوستا و یا اوستای پسین عبارت است. چنان که قبلا یادآور شدیم، مسئله به کدام از گروه زبانهای ایرانی تعلق داشتن زبان اوستایی تا امروز از طرف دانشمندان ایران شناس به طور مشخص حل نگردیده است. اگر قسمت‌های قدیمی اوستا گاتها بیشتر از لحاظ زبانشناسی خصوصیت‌های شرقی ایرانی داشته باشد، بخش‌های دیگری آن بیشتر مخصوصیت زبان‌های غربی ایرانی به ویژه گویش‌های شمالی غربی دارد. برخی از ایران شناسان از جمله تدسکه و میه این زبان را به گروه شمال غربی ایرانی داخل نموده. نام این زبان را با نام زبان باختری قدیم معرفی کردند، زیرا از نظر اکثر اوستا شناسان بخش‌های نخست آن در باختر پیدا شده، بعداً به ماد و مرکزهای دیگری تمدن آریایی گسترش پیدا کرده است. طور آلتهایم می نویسد زبان اوستایی بعد از مدت‌های طولانی موجودیت شفاهی در عصر 6 تا میلاد از طرف شاگردان زردشت در عهد هخامنشیان با خط آرامی آن دوره بار اول کتابت شده است. اسکندر مقدونی نیز کوشش کرده است که آن را به خط یونانی نویسند. نوشت اوستا با خط آرامی در سوخت تکمیل یافته. سپس در دوره کوشانیان عصر 2 بعد از میلاد به طور جمع‌بستی بعض خصوصیت‌های آوایی زبان یونانی را به نظر گرفته تهیه گردیده است. مسئله به کدام گروه زبان‌های ایرانی تعلق داشتن زبان اوستایی با پیدا شدن مواد نوی زبان باختری، تخاری یا کوشانی از نو مورد بررسی قرار می گیرد. الفبای اوستایی در اساس الفبای فارسی میانه پهلوی با ضمیمه حروف برای تشخیص دقیق آوازهای اوستایی صداناک و همصدا تنظیم شده است. این الفبا در مقابل 16 حرف الفبای پهلوی از 48 حرف عبارت بوده. 14 حرف آن برای افاده صداناک ها و 34 حرف برای افاده همصداها ساخته شده بود. شما گفتار هشتم را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت، هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.